علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عمل هایی هست که اگر بر روزدار آمدک یا که روزدار اگر اونها را انجام داد هیچ ضرری بر روزه اش نمی آید. این اولا احتلام است، یعنی اگر روزدار احتلام شد جنابت بر او آمدک و یگان مشکل ندارد و میتواند که غسل بکند و روزه اش را دوام بدهد. چون که مادرمان عایشه میفرماد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بر او جنابت می آمدک روزه می گرفتند و سپس غسل میکردند. و دیگر عملی که بر روزه روزدار هیچ باکی ندارد این مسواک کردن است. چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه و فی روایت عند كل وضوء. یعنی اگر بر امت من مشقت نمی بدک من اونها را امر میکردم به مسواک کردن در هنگام هر نماز یا که در هنگام هر وضو گرفتن. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این خاص قرار ندادک روزدار رو از دیگرش، یعنی پیامبر نگفته که غیر از روزدار. پس امی خودش به این دلالت میکنه که برای روزدار و غیر روزدار این حدیث چیزی شامل میشود. بله، سوم این دیگه مزمزه و استنشاق. مزمزه یعنی آب را در دهان چرخانیدن و استنشاق یعنی آب را به بینی بردن. این هم عملهایی است که بر روزه روزدار هیچ باکی ندارد، فقط اینکه شخصی که روزدار است باید که در همین مزمزه و استنشاق زیاد مبالغه نکند که مبادا آب یعنی که بر از طریق بینی چون که از طریق دهان به حلقش برود. چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، یعنی مبالغه بکن، زیاد استنشاق بکنید، آب را در بینید ببر مگر اینکه روزدار باشه. بله، و دیگر این بوسه کردن، این بوسه کردن زن، بوسه کردن این مرد همسرش را یا که زن همسرش را که روزه در حالی که روزه هستن، این هم هیچ باکی نیست. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل ثابت است. چون که مادر من عایشه میفرماید که كان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقبل و هو صائم و یباشر و هو صائم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مباشرت میکردن، بوسه میکردن در حالی که روزدار بدن، در حالی که روزدار بدن. پس هیچ باکی نیست اگر مرد زنش را بوسه کرد در حالی که روزدار است و زنی که اگر شوهرش را بوسه کرد در حالی که روزدار است، پس به روزه اونها هیچ ضرری نمیرساند. بله، و همچنین خون گرفتن، خون گرفتن البته از طریق همون خونی کمی که گرفته می شود برای تشخیص، برای تشخیص مثلا یک نفر می رود بیمارخانه از او خون میگیرن برای تشخیص کدام بیماریش، پس این هیچ باکی نیست. بله، و همچنین سوزندارو زدن، اوکال کردن از اون اوکال هایی که برای تغذیه و برای غذا نباشد، پس هیچ باکی ندارد. اما اگر اوکال هایی که برای غذا باشد که برای انسان غذا میدهد یا که کپل هایی است که میزند او را استفاده میکرد، او مثل یک طعام است، پس این از شکننده های روزه است، جایز نیست. اما اگر اوکالی باشد یا که کپل باشد که برای غذا نباشد، پس هیچ باکی ندارد. و همچنین چشیدن طعام، چشیدن طعام که وقتی که احتیاج پیدا شد برای چشیدن طعام بدون اینکه در حلق برود، یعنی باید که احتیاج کرده بشه که در حلق نرود، پس هیچ باکی ندارد. چون که از عبدالله بن عباس هیچ روایت ثابت است که میفرماید که لا بأس ان یذوق الخل او الشیء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. یعنی این عمل ثابت است سلف رحمه الله. چون که اثر از عبدالله بن عباس را ذکر میکند در صحیح بخاری، در معلقات بخاری رحمه الله ذکر می شود. بله، و دیگر این سرمه کردن یا اینکه دارو را در چشم چکاندن، اینها از عملهایی هستند که روزدار را اینه که روزهش را نمیشکند، عملهای مباح هستند. و اگر صبر بکند در وقتی که افطاری میکرد در وقت اگر این عملها را انجام بدهد باز افضل و بهتر، ولیکن اگر که اینها را کرد روزهش نمیشکند. و دیگر این ریختن آب سرد به سر یا اینکه غسل کردن یا اینکه آبوزی کردن با احتیاط که آب مثلا داخل نشود از دهانش از بینش، هیچ باکی ندارد. و این عملها همشون از سلف با دلیل ثابت هستند. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیرا.